برو سراغ آینه. آیا همین الان با یک عادت کوچیک داری خودت رو به سمت شکست هل میدی؟ سلام، من یوسفم. شاید مثل تو سالها فکر میکردم اگر صبح زود بیدار شم، قهوه بخورم، برنامه‌ریزی کنم و مثبت نگر باشم همه چیز درست میشه. اما یه روز فهمیدم 90% مردم با عادتهای زندگی میکنن که ظاهرا خوبن، ولی در واقع دارن زندگیشون رو عقب میکشن. میخوام امروز از 3 عادت پنهان حرف بزنم که اگر درستشون نکنی هر چقدر هم تلاش کنی باز هم در جا میزنی. عادت اول، چک کردن موبایل قبل از بیدار شدن کامل. میدونی حسش چیه؟ بیدار میشی هنوز ذهنت بین خواب و بیداریه. بعد یه دفعه سر میزنی به موبایل، ایمیل، پیام، شبکه‌ها، اینستاگرام. انگار داری از همون لحظه صبح زندگی رو میدی دست بقیه. واقعیت اینه که هر بار این کار رو میکنی ذهنت وارد حالت واکنش میشه، نه خلاقیت. یعنی از همون لحظه کنترل روزت رو از دست دادی. یه کار ساده، گوشی رو بذار اون طرف اتاق و 10 دقیقه اول روز فقط برای خودت باش. ببین چه تغییری میکنی. عادت دوم، برنامه‌ریزی زیاد، اقدام کم. خیلی‌ها دفتر دارن، هدف نویسی میکنن، برنامه میچینن، ولی تا شب فقط حس انجام ندادن با خودشون میمونه. من خودم بارها تجربه کردم. اون روزهایی که فقط مینویسم و کاری انجام نمیدم، شب حس شکست دارم. اگر هر روز فقط یک کار رو تا آخر انجام بدی، بهتر از 10 تا کار نیمه کار است. چون ذهنت با حس موفقیت میخوابه، نه با حس عقب ماندگی. عادت سوم، نداشتن بازبینی شبانه. شبها خسته ای، دلت استراحت میخواد، ولی همین 3 دقیقه مرور روزت رو معجزه میکنه. یه برگه بردار، 3 خط بنویس. امروز چی خوب بود؟ چی بد بود؟ فردا چی میخوام بهتر بشه؟ وقتی اینو انجام بدی، ذهنت با آرامش میخوابه و صبح با وضوح بیشتری بیدار میشی. اما وقتی انجامش نمیدی، ناخواسته هر روز با حس تکرار و ابهام بیدار میشی. همون چرخه‌ای که تو رو سالها در جا نگه میداره. پس این 3 عادت، موبایل صبح، برنامه‌ریزی بی‌عمل، نبود بازبینی شبانه، در ظاهر خیلی ساده‌اند، ولی آینده‌ت رو شکل میدن. 70% مسیر همین شناخت و آگاهی بود. حالا اون 30% باقی مانده است. عمل کردن. همین امشب قبل از خواب اون 3 خط رو بنویس. اگر آماده با عادت‌های جدید روزت رو بسازی، توی کامنت بنویس من آماده‌ام. یادت نره سابسکرایب کنی. چون از فردا هر هفته فقط 5 دقیقه وقت میخوام تا با هم عادت‌های بسازیم که زندگیمون رو عوض کنن. حالا گوشی رو بذار کنار، نفس بکش و از فردا روزت رو برای خودت شروع کن، نه برای دنیا.